ما اویلگی 8 فرزند هستیم. 3 تا ما خوندیم و یاش نخوندیم. تا صنف 4 مکتب خوندم. یقینا همه خیلی اگر میبود من میخوندم خیلی تا صنف 11. مکتب که صنف 5 درس میتیم تا 11 20 کیلومتر دوره در مرغیب. اونجا به رفتن نمیشه و زمستون ها در برف میشه و اونجا رفتن نمیتونه. من 3 سال آخر فقط کار خانه ها بوده. از سر میخزم و علاوه اینو میزنم برای خانوادم چای اینو میبیارم. بعد از او و گوسفندام ما سر میکنم میبینم شونه. ما 26 گوسفند داریم و 20 بوز 9 تا گو. بعد از وی باز کاری خانه بسیار. من از ناحیه ظفرآباد به اینجا آمدم برای تعلیم دادن کودکان بادی یخنام. تا امروز من 10 طلبه را تعلیم داده ختم کردم طول 4 سال. حاضر از 4 دهه 7 طالب علم می‌بیاید. دهه از همه دورترش 3 کیلومتر. کودکان پیاده می‌بیایند و به خانه‌شان نیز همین طرف پیاده می‌روند هر روز. در موسم زمستان من به خانه‌هاشون رفته درس می‌دهم. یک روز به یک دهه، دیگر روز به دیگر دهه، 4 دهه به میگردم. 4 روز. هر روز نمیخونن چون که برف در اینجا قریب که 1 متر باز زیادتر میشود. اینها نمیتوانند آمدن. وقتی که من به اینجا آمدم و به کار شروع کردم در سال 2016 در اینجا کودکان از سن 10 ساله هم نیز به صنف 1 قبول کردم چون که در اینجا تا من آمدن یگان معلم درس نمیداد. مکتب هم نبود. منو سفرمو هش پولی میتا 37 ساله یا ناب تولد ویتیمو خیلوکم کشه خوی 37 سالی چو که نیتی ایغم دوشنبه اشن بخطوره ایغم دفارو بوچم تویه دوشنبه مقفل دفارو نیت نه نو بشرایطی پی انم بیت بولن تاد نون کنات دیمیشی کنات علف درال کنات واش رو پاد هنگ یکی لبوشیاد ها نه ترجوه که نیدو که ما یاد خواهد نیدو که جوشته ماشینه بار دوزنده باره پدر 8 فرزند هستم. از صنف 5 بالا فقط یک تاش خوند تمام. چی کلاس که به 11 تمام کرد. پسر دختر موزه من نه 12 13 ساله نوزه. من یک تاش 17 با یک تاش وای اینو نرفتن اینو.
اینو آخر برای اینکه هم مسافرتی نتونستن رفتن. این بود دختر کوهستان سال شهر با گشتگی و شما دیگر اینو دیگه ده با تا شوهر کردنش برای مثلا خدمت پدر مادر اینجا من همین مول گوه که ما داریم زمستان با که داریم برای اینا علف تیار میکنن درام میکنن قطی خودم مثلا علف جمع میکنن من هیزم جمع میکنن من با من کارتوشکا میشینونن میکنن او میتن همین کار خوجگی برای درآمد ما حساب همین رسید همین من مول گومون است با حساب درآمد کارتوشکا ما دخونیم ما من جفت کرده تیار میکنیم دخترها کچکای میشینونن شواش میکنن او با شما میتیم با یا میکنن دخترها با همین عموما قطعی برابر کار میکنن اینجا حاضر در همه یغناب از 4 دهه مثلا وغیزای و مختمین و کشی و بیده 14 نفر دختران حاضر بعد صنف 5 بالا هستن که جای تحصیل نیست. یا دستش اوسط تا دستش دوشش کلتا وله دیگه شش بگه جواگن زن نخواه جواگن سنم چیرم خاله آش سبزی کد شد هیچی نموا کد سنه شایی بایزی اوکی شویشتی انا که شایی